به نظرت سخت‌ترین زندون دنیا کجاست؟ اون زندونی نیست که با دیوار و میله‌ها ساخته شده، بلکه اون زندونیه که با باورهای خودت دور ذهنت کشیدی. همون لحظه‌ای که با خودت گفتی من نمیتونم و دیگه واسه من دیر شده و بیشتر از این شانسی ندارم. از همون لحظه در زندان رو از داخل بستی. اما یه رازی هست که خیلی نمیخوان بدونی. اونم اینه که همه چیز از یک فکر شروع میشه. یه فکر ساده میتونه کل مسیر زندگی تو رو زیر و رو کنه. فکر کن فقط یه تصمیم، یه دیدگاه جدید و یه باور تازه میتونه ازت یه آدم دیگه بسازه. ذهن ما مثل یه خاک حاصلخیز میمونه. هرچی توش بکاری همونو برداشت میکنی. ترس و ناامیدی و تردید بکاری همونو رشد میکنن. ولی اگه ایمان و امید و باور بکاری، اون وقتی که زندگی شروع به تغییر میکنه. مشکل بیشتر ما این نیست که نمیتونیم. مشکل اینه که باور نداریم که میتونیم. سالا بهمون یاد دادن که دنبال شانس باشیم، دنبال فرصت باشیم و دنبال پارتی بازی بگردیم. ولی خب هیچ کس یادمون نداد که دنبال طرز فکر درست باشیم. ذهن همه ماها مثل یه فیلتر میمونه. همه چی هم ازش رد میشه. حرفا، اتفاقا و تجربه ها. اما فقط چیزایی رو بهت نشون میده که با باورهای درونت هم جهته. یعنی اگه تو باورت اینه که من همیشه شکست میخورم، ذهنت فقط شکست ها رو میذاره جلوی چشمات. حتی اگه موفقیتایی هم داری، اونا رو هم نادیده میگیره، چون با تصویر درونیت جور در نمیاد. طرز فکر تو مثل یک عینک میمونه. هممون داریم دنیا رو از پشت یه شیشه میبینیم. ولی فرقش اینه که یکی شیشه‌اش تیره است، یکی هم شیشه‌اش شفافه. یه اتفاق ممکنه برای دو نفر بیفته. یکی رو ممکنه نابود کنه و اون یکی رو رشد بده. به نظر تفاوتش توی چیه؟ توی اون اتفاقه. باید بگیم که نه، توی طرز تفکر و نگاه اون افراد به اون اتفاقه. وقتی که یاد بگیری دیدگاهت رو عوض کنی، حتی درد هم میتونه معلمت باشه. حتی شکست میتونه پلی باشه به یه چیز بزرگتر. اما تا وقتی که بهش مثل یه نفرین نگاه کنی، هیچ معجزه‌ای اتفاق نمیفته. هر فکری که تکرار میکنی یه مسیر عصبی توی مغزت میسازه. هر بار که اون فکر رو دوباره مرور میکنی، اون مسیر قوی‌تر میشه. تا یه روزی میرسه که ناخودآگاه دیگه بدون فکر همون مسیر رو انتخاب میکنه و اون وقتی که زندگیت همون شکلی میشه که همیشه بوده. اما اگه آگاهانه شروع کنی به تغییر افکارت، اولش سخته چون مغزت مقاومت میکنه. اما اگه ادامه بدی، یه روز از خواب بیدار میشی و میبینی اون چیزایی که فقط تصور میکردی الان واقعیت‌های زندگیتن. یه ذهن فقیر همیشه دنبال دلیل برای نداشتن میگرده. اون میگه که من پول ندارم چون کشورم اوضاع اقتصادی خوبی نداره، چون شانس ندارم چون بقیه از من بهترن. ولی یه ذهن ثروتمند دنبال راه میگرده. اون میگه اگه اوضاع بده، ولی من میتونم از یه جایی شروع کنم. طرز فکر ثروت یعنی تمرکز روی فرصت ها، نه کمبودا. طرز فکر موفقیت یعنی دیدن درس ها وسط بحران. آدمایی که زندگیشون رو عوض کردن معمولا شرایط خارق‌العاده‌ای نداشتن. اونا فقط یه چیز متفاوت داشتن، یه دید جدید. هر فکر ما یه ارتعاشه. وقتی که مثبت فکر کنی، در واقع داری با یه فرکانس بالاتر زندگی میکنی. آدما موقعیت‌ها و اتفاقایی رو جذب میکنن که با اونا هم ارتعاشن. به همین دلیله که میگن هرچی ازش بترسی همونو جذب میکنی. چون مدام داری بهش فکر میکنی، یعنی داری ارتعاشش رو پخش میکنی. جهانم به حرفات گوش نمیده، به ارتعاشای درونت گوش میده. میتونی با لبخند بگی که من خیلی خوبم، اما اگه ته دلت پر از ترس باشه، همون ترس داره فرستاده میشه. پس تغییر واقعی از درون شروع میشه، نه از بیرون. ممکنه لحظه‌ای برسه که از ته دل خسته بشی، خسته از تکرار و خسته از عقب انداختن. اونجاست که یه صدای کوچیک توی سرت میگه دیگه بسه. اون صدا رو خاموش نکن. اون صدا صدای بیداریه. صدا همون بخشی از وجودته که داره فریاد میزنه من میخوام تغییر کنم. از همون لحظه تو دیگه مثل قبل نیستی. نه چون شرایطت عوض شده، بلکه چون دیدت عوض شده. حالا چطور طرز فکرتو تغییر بدی؟ اول از همه آگاه شو از افکارت. شروع کن به شنیدن صدای ذهنت. بهش گوش بده بدون قضاوت. هر بار که فکر منفی میاد سراغت، فقط متوجهش شو. نمیخواد باش بجنگی، فقط نگاهش کن. همین آگاهی شروع آزادی توه. باورهای قدیمیت هم زیر سوال ببر. هر وقت ذهنت گفت من نمیتونم، ازش بپرس که از کجا مطمئنی. خیلی از محدودیت‌های ما فقط داستانایی هستند که سالها تکرار کردیم. تصور کن اون آدمی هستی که میخوای بشی، نه توی آینده، همین الان.
احساسش کن، حرف زدنش رو تصور کن و واکنشاشو ببین. ذهن فرق بین واقعیت و تخیل رو نمیفهمه. با تکرار این حس مغزت باور میکنه که تو واقعا اون آدمی. خودت رو توی معرض الهام قرار بده. کتاب بخون، پادکست گوش بده، با آدمای مثبت حرف بزن. ذهنت مثل بدنته. هر روز باید غذای سالم بهش بدی. صبر کن اما ادامه هم بده. تغییر یه شبه اتفاق نمیفته، ولی یه روز از خواب بیدار میشی و میبینی تو همون زندگی هستی که یه روز فقط تصورش میکردی. یه مردی بود که همیشه میگفت من بدشانسم، به هرچی دست میزنم خراب میشه. اون سالها توی فقر زندگی کرد. یه روز تصمیم گرفت که فقط یه چیز رو عوض کنه، اونم طرز فکرش بود. شروع کرد به گفتن جمله‌هایی مثل من هر روز یه قدم بهتر میشم، یا من لیاقت موفقیت دارم، یا همه چیز داره به نفع من پیش میره. اولش هیچ چیزی تغییر نکرد، اما خب اون ادامه داد. یه ماه بعد یه موقعیت کاری خیلی خوب پیدا کرد. چند ماه بعدش هم یه ازدواج موفق داشت. یه سال بعدم زندگیش کاملا زیر و رو شد. کسی که از بیرون بهش نگاه میکرد فقط تغییرات ظاهری اونو میدید، ولی خب اون خودش میدونست راز اصلیش کجاست. راز اصلیش طرز فکرش بود. هر روز که از خواب بیدار میشه یه انتخاب داری، مثل دیروز فکر کنی یا یه دید جدید انتخاب کنی. جهان منتظر تغییر توه، ولی اول باید درونت رو عوض کنی. همه درا باز میشن وقتی که از درون قفلای ذهنت رو باز کنی. اینم یادت باشه، تو قربونی شرایط نیستی، تو خالق تجربهاتی. طرز فکرت رو عوض کن و ببین چطور دنیا شروع میکنه به چرخیدن به سمت تو.